هنرجویان عزیز، شما در حال مشاهده یکی از دیگه از آموزش هایی هستیم که مجموعه ایلمک سالان خدمتتون ارائه میکنه. من الان میخوام سیخ پودکشی رو رد کنم برای اینکه پود ضخیم رو بزنم. خب سیخ رو رد میکنیم. همیشه بهتون گفتم که قبل اینکه میخواین پود رو رد کنید، پود ضخیممون رو رد کنیم، باید امتحان کنیم، یعنی تا زیر سایه بکشیم بالا سیخ پودکشی رو. خب درسته از اینجا که میبینیم درسته نخی که روی سیخ پودکشی قرار داره از پشت چوب هاف اومده، درسته نخی که پشت سیخ پودکشی هستش از روی هاف اومده، کاملا درسته. تا اینجا درسته ولی اینجا روی سیخ پودکشی قرار داره و از روی هاف اومده، غلطه. درسته و دوباره. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ اولا علتش رو بگم چرا این اتفاق افتاده. به خاطر اینکه رج قبلی این قسمت ها در واقع پود نازک خیلی سفت کوبیده شده و این باعث شده که این چند تا گره سایه هاشون محو بشه، سایه ها برن زیر بمونن. خب من پود ضخیم رو اینجا هم اشتباهه، پس من باید سیخ پودکشی رو بیارم بیرون. میخوام چیکار کنم؟ ببینید تاری که روی چوب هاف قرار داره کاری نداریم. تار کناریش رو که پشت چوب هاف قرار داره رو میگیریم با دستمون رو نگه میداریم. دوباره بعدی روی هاف رو کاری نداریم، پشت هاف رو میاریم رو کاری نداریم، پشت رو میاریم رو. خب ما به این میگیم تکنیک معجزه، چون خیلی این ایراد بین هنرجوها رایجه. هنرجوهایی که در حال بافت هستن، بافت کارهای آموزشیشون و میمونن نمیدونن چیکار کنن. ببینید سایه برگشت. خب من ادامه میدم، دوباره اینجا گیر میکنم، هیچ ایرادی نداره. تا اینجا که درسته من پود ضخیمم رو رد میکنم. اینجا سایه ندارم. تاری که روی هاف هست رو میذارم کنار، زیریه رو میگیرم. بعضی از هنرجوها یا بعضی از بافنده های عزیز که در حال بافت هستن و این ایراد متداول براشون اتفاق میفته، دارهاشون بعضا بزرگه، 1 متری بیشتر، نمیتونن واقعا اینکه بخوان دار رو حمل و نقل کنن، هم هزینه بره هم خیلی زمان بره، یا اگر بخوان از خدمات در محل استفاده کنن واقعا هزینه هاش زیاده. خب پس چه بهتر که همین تکنیک رو خیلی راحت یاد بگیرین و خودتون بتونین کار خودتون رو راه بندازین. شما میدونین دیگه، اگه از در واقع ویدیوهایی که تو سایت ما قرار داره دنبال کنید، ما همه تکنیک ها رو بهتون آموزش دادیم، مثل همین ایرادایی که حین بافت ایجاد میشه و واقعا برای یه بافنده‌ای که برنامه ریزی کرده و داره مرتب میبافه یه وقفه‌ای بخواد ایجاد بشه حتی 1 روز، واقعا خیلی سخته، یه جورایی دلسردش میکنه اون بافنده رو. سایه برگشت.